شما گفتید که خیلی میل به ازدواج داشتید، دیگه که نداشتید بعدش که خیلی میل به ازدواج داشتین. چه واقعا حرف درست کرد ما بیا. خب بابا خودتون گفت از 18 سالگی دلم میخواد. سالگی دوست داشتم داماد بشم دیگه. خب بله. همه جوونا اینجوریان. لباس دامادی رو دوست داشتن. آره. نه عروس دوست داشتم. من اصلا از وقت بچه بودم اینقدی بودم. خب اون تموم شد دیگه. یعنی عروسی دعوت می‌شدیم دوست نداشتم برم تو مردونه. ما گفتم این چه جور عروسیه که عروس تو زناست. خب ما عروسی ببینیم دیگه. داشتم. تو عروسی خودتون راتون دادن؟ نه. نه بود. هر چی گفتم با تو زنا نمیخواد بیاد. نه بود. پس آرزو بدل دیگه باید بگیریم. همین می‌خواستم بدم. سالگرد دیگه. به عنوان عاقل هم زنونه دادن نرفتی؟ چرا دیگه ما بعدش که کجا میره تو زنونه؟ میرن یه وقتی. چرا خانم‌ها میگن حجاب داشته باشن عاقل داره میاد داخل. قبلش اصلا حجاب نداریش کیا. مزن اومد همه قاطیان. فقط تو عاقل میخواد بره همه روشونو میگیرن. آقا آمد فقط آقای بدبخت نامحرمه.